چقدر زیبا قرآن من. این همه سالها مطالعه میکردم آقا یه جایی میبینم این کتاب قسم میخوره. خدایا تو چرا قسم میخوری؟ به کی قسم؟ خدایا تو چرا قسم میخوری؟ و شمس، این و که میاد قسمه، و شمس و ضحاها، این 2 تا قسم، و القمر اذا تلاها، این 3 تا قسم، و النهار اذا جلاها، این 4 تا قسم، و اللیل اذا یغشاها، این 5 تا، و السماء و ما بناها، این 6 تا، این 7 تا، قسم به زمین و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها، 11 قسم میخوره. میگم چه اینقدر قسم میخوری؟ میگه اینو میگه به جان خودت آقای انوشه، قد افلح من زکا، خوشبخت کسی که خودشو ساخت، خوشبخت کسی که به خودش پیله کرد، و قد خواب من دساها، و بدبخت کسی که پیله میکنه به دیگران، پیله میکنه به بقیه.